خای الحمدلله این روزم بگشت قاری جان. الحمدلله. 100,000 بار شکر به این نعمتاش الله. بسیار خرسندیم با خیر مالش برادر ما کمتر کار دارم یا دو کاری شخصی دارم زینتون با ان شاء الله میبینیم. ما میریم. ما خیر برادر همینجا میبینیم ان شاء الله با مالش خوب میشه دو کنه. مالش شما با دو باشید. سلام علیکم اکا جان روزی خوبی؟ و علیکم السلام. انتظار نشدی اکا جان؟ نه الحمدلله شما چه خیلی دارید؟ ای چی بود ایدون نگاهش کردم روزی یک شنوز تو؟ ای آخه مو رفیق من تو خوری جان. کدام رفیق؟ آخه تو بیزنس میکنه همون؟ ای بوار که این رفیق هم رفیقی نداره بوار چخه؟ این ارزش رفیقی نداره این انسان. بوار که ما رکاو میدونم برادرت موقعی فروشی نیست آخه من نگفتی سامی فروشی ای؟ ماله عصبی نشب بیا رفتیم بشینیم 4 صبح من یاد سخن بودم. درجه اونجا بشی خوش اکا جان شما بشین. یا خب بسم الله. نگوشم به شما اکا کو ولی جان میگم همین دعوای ما عجب دعوای خوبه بود. چی دعوا بود اکا جان؟ روزگار شهر ما ویران نبود. دوست فروشی آنقدر ارزان نبود. صحبت از نامردی مردان نبود. هیچ شخص بهتر از دوستان نبود. دوستان را نورفیقی ننگ بود. رنگ دوستی بهتر از هر رنگ بود. اکا ما ترا چیزی حقیقی را گفتیسم کی که ما ترا سخن گفت شعر سخن غزل و قصر میگی نه یا مولی بله بس یا گفتگوی قصوبت نموزی میگم اکا برام که فرات کردی نه برای ما هر دفتر حقیقت چنانم تو باور نمیکنی ما برا دل جون بس بچه ای خدای من بحری کی خوانم غزلی حافظ و سعدی در شهری غریبی که در او پندی سخن نیست. خداوند هدایتت کنه برادر. إلهي رجعت بذل افتقاري بخوفي بضعفي بدمع انكساري رجعت أبوء إليك بسري وأنت العليم بكل السرار